گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 34. باباجان غفورov تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. آبیاری خواجگی قشلاق. در این زیرباب آید به شبکه‌های آبیاری و خواجگی دهات تخارستان معلومات داده شده است. اکادمیک غفورov می نویسد که موافق اخبار مأخذهای خطی و باستانشناسی مردم تخارستان مشغول زراعتکاری و چارواداری بوده. در وادی‌ها شبکه مکمل آبیاری بوده، زراعت للمی را نیز پرورش می‌کردند. حفریات باستانشناسی امکان دادند تصور شود که در تهیه شبکه آبیاری چقدر مهنت زیاد صرف می شده است. باستانشناس تی زیمل 4 کانال ماگیسترالی در دوره قدیم و عصرهای میانه کافته شده را که از وخش آب می گرفتند کشف نمود. یکی از این کانال ها کانال کافیر بود که باقی مانده این کانال در ساحل چپ وخش 2.5 کیلومتر غربتر شهرک حاضره لیوکان سابق کلین‌آباد دریافت شد. مسافه این کانال خیلی طولانی بوده، از وخش آغاز می یافت و از آنجا تک تک تپه های کناری وادی تا به جنوب تاب می خورد. قد کانال تا امروز زیاده از 16 آثار باستانی پیدا گردید که کلانترین آنها دیمنه چارگل تپه، اندک دورتر از آن دیر بودایی عجینه تپه محسوب می یابند. بلندی دیواره های کانال 1.5 متر بری مجراش تا 6 متر، در بعض موضع بلندی درغات تا به 8 متر، بری ته کرسی آن تا 50 متر و بری مجرای کانال 13-15 متر بود. این کانال به جنوب جاری شده زمین بسیار محلها را شاداب می نمود و تا به اطراف ناحیه قمسنگیر حالا جیهون می رسید و به همین طریق قسمی اساسی وادی وخش را بریده می گذشت. 2 خصوصیت کانال مذکور را می توان مخصوص تاکید نمود. یکم، کانال از جایهای بالاتری دامنه تپه ها می گذشت و نسبت به سطح وادی بلندتر می ایستاد و امکان می داد که آب کانال با جویبارها به طرف دلخواه خودشان جاری شوند. و دوم، مهندسان قدیم راه کانال را چنان معین کردند که بعد چندین عصر با استفاده از تکنیک معاصر در زمان شوروی قریب در همین مجرا کانال نو ساخته شد. کشت و کار با اسباب و افزار نهایت عادی انجام داده می شد. زمین را با آماچی پازدار می راندند. دیگر اسلحه زراعتکاری بیل و کلند بود. گندم را در دستاس و هاوندها آرد می کردند. اهالی در دشتها غله و لوبیا می کاریدند. مخصوص تأکید کرده می شود که
صفت پخته اینجا خیلی خوب است. در این سرزمین پاکزار بسیار بود، یک مقدار شالی هم کاریده می شد. مدرکات باستانشناسی معلومات مأخذهای خطی را تصدیق می نمایند. بسیار بودن هاون و دستاس دلالت می کنند که وزن قیاسی کشت غله خیلی زیاد بود. در نتیجه حفریات دانه های گندم، ارزن، ماش، دانک های شفتالو، زردالو، آلو، انگور، تخم خربوزه، تربوز، پوستلاق چارمغز، پیسته، بادام و غوزه به دست آمده است. اسب‌های تخارستان خیلی مشهور بوده. چند ذات اسب پرورش کرده میشد. غیر از اسب، شتر، گاو و گوسفند و بزها هم پرورش می شدند که اخبار زیادی سرچشمه ها آید به سر و لباس پشمی و قالین های پشمی دلیل این است. هنرمندی و تجارت. در این بخش تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف آید به هنرمندی و تجارت در تخارستان سخن رانده ذکر می نمایند که در منطقه مذکور استخراج معدن و سنگ‌های قیمت بها خیلی رواج یافته بود. از روی خبر سیاحان در این سرزمین سنگ‌های قیمت بها پیش از همه لعل مشهوری بدخشان، اینچنین لاجورد و دیگر خیل سنگ‌های نیمه قیمت بها و قیمت بها استخراج می شدند. اینچنین نمک هم استحصال می گردید و از نمک سنگ نیز بعضی اسباب و انجام می ساختند و طبق معلومات سرچشمه ها در مسلک خلقهای آسیایی میانه از جمله هیتالیان نمک چون یک چیز رمزی اعتبار بلند داشت. در این سرزمین از طلا سر کرده تا آهن معدنی گوناگون استخراج می شد. در آن ایام در هنرمندی سلاحسازی مقامی مهم داشت و استحصال آن خیلی رونق و رواج یافته بود. از مأخذهای خطی واقف می شویم که در عصرهای 5 7 اهل تخارستان با کمان، نیزه، ژوپین، گرز و شمشیر مسلح بودند. پیکر سربازان را زره بلند صفتی بافته محافظت می کرده است. در معیشت اعیان و اشراف جام و قدح‌های طلایی و نقره بسیار استفاده می شد. شکل این جام و قدح‌ها بغایت نفیس و نازک بوده. بعضی آنها پایه دراز و باریکی پرنقش و نگاری سرپیچ و تاب یا تگی سفته و صیقلی خورده داشتند و تنی خودی آن جام و قدح‌ها پر از رخهای عمودی می باشند. لبی آنها را باشد حاشیه و لبلوله های مدور زینت می داد. شکل بعضی آنها نهایت مرکب می شد و نقش های کندکاری زیادی داشت. در گردن آدمانی که در روی دیواری بلالیخ تیپه تصویر شدند شده هایی می نمایند که از تنگه ها ترکیب یافتند. در دست آنها دستپانه و در انگشتان انگشترین ها به نظر می رسد. در گوش آدمانی روی صورت دیوار بلالیک تپه و در گوش اعیان و اشراف اجینه تپه گوشواره های مرکب هست. زرگران تخارستان در نیمه دوم عصر 7 از عقیق سوخته یا از کرنیلیان به شکل درخت 2 قندیل ساختند که بلندی هر یکی آنها قریب 1 متر بود. در تخارستان شیشه‌گری نیز خیلی رونق داشت که محض شیشه‌گران آسیایی میانه به چینی ها تیار کردن شیشه رنگه را آموزانده بودند. مثلا سالنامه چینی خبر می‌دهد که سال 424 از کشور یوجی های کبیر یعنی از تخارستان و چین تاجران و هنرمندان آمدند. آنها گفتند که از سنگ شیشه ساخته می‌توانند و برای این از کوه معدن آوردند و در پایتخت آن را گداختند. بعد گداختن آن معدن شیشه پیدا شد که از شیشه مملکت‌های غرب خیلی بهتر بود. در سالنامه خیتای نوشتند که خیتاییان صنعت شیشه‌گری را از استایان آسیای میانه آموختند و شیشه‌ای که آنها تیار کردند رخشان و شفاف بود
بیننده را در حیرت می‌گذاشت و همه آن را خدا آفرید می‌گفتند. هنری بافندگی هم به درجه کمالات رسیده بود. مأخذهای خطی، گزوارهای پشمی و پختگی و سر و لباس اعیان و اشراف را ذکر کردند که خیلی مرکب دوخته می شدند. از خطلان شاهی خوشصفتی گوناگون رنگ می آوردند. دستگاه های بافندگی نیز بودند که به واسطه آنها گزوارهای پشمین و پختگین می بافتند. در بلالیک تپه نزدیکی ترمیزی امروزه 3 خلمتا گزوار پشمینی رخرخ، رخهای زرد و سرخ، گزوار پشمینی گلدار، گلش کبودی تگش زرد و گزوار شاهی رنگی کبود یا سبز یافت شد که به یگان شک آنها در حدود تخارستان استحصال کرده می شدند. همزمان بازیافت‌های باستانشناسی دلالت می کنند که کیرمکداری و شاهی بافی در ابتدای عصرهای میانه در آسیای میانه خیلی رواج یافته بود. از روی صورتهای دیوار بلالیک تپه عیان است که اشراف زادگان تخاری سر و لباسی با دبدبه گوناگون رنگ خوشدوخت می پوشیدند. گلی متا که بغایت کم تکرار می شود بعضا تمام وسعت متا را فرا می گیرد. در بین این گلهای مقرری هندسی، گلهای نباتی، 3 برگه و سیربرگه و غیره هستند. بعضا تمام روی متا را تصویری رمزی ماهی، شاخ آهو و غیره پوشیده است. جالب این است که سر و لباس خدمتگارانی در اینجا تصویر یافته از متای یک رنگ بیگل دوخته شده است. همین طور هنری بافندگی به اوج ترقیات رسیده، بهترین نمونه های محصولات آن به درجه اثری حقیقی هنر رسیده بود و زیاده از این در هنری دوزندگی هم کامیابی های بی‌نظیر به نظر می رسند. از دیگر کسب ها پیش از همه کلالی را می توان نام برد که سفال آلات زیاد استحصال کرده می شد. این چنین دیگر کسب ها چرمگری، دوریدگری، استخوان تراشی، داروسازی و غیره نیز رشد یافته بودند. از وسعت بی‌نهایت تجارت همین چیز شهادت می دهد که تاجران تخاری به کشورهای دورترین رفت و آمد می کردند. از ختلان تخارستان اسب‌های خوشزاد، از بدخشان سنگ‌های قیمت‌بها و نوهای دارو هم به فروش می رفت. از تخارستان نوهای گوناگونی داروواری و مثل حب‌هایی بودند که در نمود این یا آن میوه از معجون‌های گوناگون تیار کرده می شدند. این چنین گیاه‌های دارویی و ملحم‌های به فروش می رفتند که به نظر اجنبیان عجایب می نمودند. داروواری به فروش می رفت که از چند ماده خوشبوی تیار کرده می شد. مبادله تاجری بین تخارستان و دیگر ملک‌های آسیای میانه نیز خیلی رونق یافته بود. بیناکاری، معماری. مسئله دیگری که اکادمیک باباجان غفوروف به آن توجه نموده است این سطح رشد بیناکاری و معماری در تخارستان می باشد. در قلمرو تخارستان باستانشناسان در بسیار شهرها، قصرهای دهقانان و عبادتگاه‌ها حفریات گذرانیده. در ترمیز قصرهای بلالیک تپه، زنگ تپه، دیمنه کافر قلعه بازیافت‌ها به دست آمدند. دهقان در عهد قدیم و ابتدای عصرهای میانه صاحب زمین‌های زیاد و اشراف. کافر قلعه در ابتدای عصرهای میانه مرکزی وادی وخش بوده. این دیمنه چارکنجه که در ناحیه کالخازآباد حاضره ناحیه جلال الدین بلخی می باشد عبارت از شهرستان است که پر از دنگی و تپه ها می باشد و در تک آنها خرابه عمارت ها نهان است. آثار صورت های روی دیوار و نقش های روی سفال کشف گردیدند. شهر دیگر دیمنه قلعه کافرنهان می باشد که
در 80 کیلومتری جنوب و غربی شهر دوشنبه و 9 کیلومتری شمالتری دهه اسنبای واقع گردیده است. دیمنا از دو قسم عبارت است. یک قسم آن ارک است که از منزلگاه ها با خندق جدا می باشد. طرح خود منزلگاه چارکنجه‌ای طولانی بوده در جنوب تنگ شده می رود. با طفیل حفریات در قسم جنوبی شهرستان مجموعه کلان عمارت‌های باشکوه کشف شده است. این قلعه در دوره کوشانیان ساخته شده در همان دوره ها یکی از مرکزهای کلان کوشانیان بوده در اولهای عصرهای میانه هم وجود داشته است. نمونه دیگری یادگاری معماری تخارستان بلالیک تپه می باشد. در قطار خانه های تشریفات این چنین خانه های استقامتی، آشخانه ها و غیره کشف گردیدند که نادرترین بازیافت کتیبه بودایی روی پوست درخت دسترس گردید. در نزدیکی بلالیق تپه دیمنه و قصر زنگ تپه که اطرافش را دیوار مستحکم احاطه می کرد یافت شد. نمونه امارت عبادت عجینه تپه نام معبد بودایی است که در عصرهای 7 و اولی 8 ساخته شده در وادی وحش 12 کیلومتر شرقتر قرغان تپه حاضر باختر جای دارد. در دالانها، در تاقچه ها هیکل های کلان بودا یافت شده. دیوار و شیفت خانه ها هم از رسم های بودا و صورت های در موضوع دینی بودایی کشیده شده زیاد است. در یکی از دالانها در بالای صوفه بودای خفته 12 متره یافت شد که در حالت نیرونه می باشد. شماره زیادی هیکل های بودا و صورت های بسیاری آن خود ساخت معبد روشن و واضح اثبات می کند که عجینه تپه دیری بودایی است و موافق تمام مجموع مدرکات از جمله معلومات های تنگه ها به عصر 7 و اول عصر 8 نسبت دارد. یادگاری از دو قسم دیر و معبد عبارت است. هم امارت قلعه کافرنیهان و هم معبد بودایی کافر قلعه طرح معین متمرکز دارند و این حالت چنین عقیده را رد می کند که گویا امارت‌های دینی تا اسلامی این گونه طرح نداشتند. قلعه کافرنیهان و کافر قلعه این دعوا را بار دیگر تصدیق کردند که تمام جزئیات ساخت معماری مقبره های دوره اسلامی آسیایی میانه، هم کمپوزیسیون معماری آن، هم ساخت و اسلوب آن، هم زینت و آرایش آن در دوره های تا اسلامی تشکل یافته بودند. طرح ظاهراً دایره شکل و داخلاً چارکنجه مقبره ها گویا به وسیله های معماری تصورات هندو ایرانی از 4 عنصر عبارت بودن عالم را تجسم می نماید. باباجان غفورov تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 34. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.